یکی اینکه همون اصول بهداشتی رو رعایت کنیم، از فردی که درگیر هست فاصله بگیریم و اگر مبتلا شدیم هم مواد غذایی مصرف کنیم که ایمنی رو بالا نگه داره. مثلا آب سیب یکی از بهترین حالا بگیم داروها یا مواد غذایی است که مفید هست در بالا بردن سیستم ایمنی و کمک میکنه به سیستم ایمنی. مایع آنتی اکسیدان قوی است. بله. و گفتیم مصرف ویتامین C همینطور و مراقبت کنیم که عارضه به این ویروس اضافه نشه، این باکتری. درسته. که حالا ریه درگیر نشه، گلو و گوش درگیر نشه. وقتی این ارگان ها درگیر میشن قاعدتا طولانی میشه. بله. و دورش طولانی تر و آزاردهنده میشه دیگه. قاعدتا همون ابتدا مراجعه داشته باشیم به پزشک و دوره درمان رو شروع کنیم. اگر خیلی عارضه دار نیست و فرد حداقل سالمند نیست یا کودک نیست، خب با مراقبت در منزل، استراحت و مایعات کافی، بله. کنترل و مدیریت تب میتونه خیلی راحت پشت سر بذاره و مثل سرماخوردگی معمولی خیلی اذیتش نمیکنه و عارضه بهش ایجاد نمیکنه براش. درسته. ولی اگه عارضه ایجاد شد، خب قاعدتا باید به پزشک مراجعه کنه. یا اگه فرد سالمند هست، حالا ریه درگیر میشه، پنومونی ایجاد میشه، چون از عوارض این ویروس درگیری ریه و ایجاد پنومونی هم هست. بله. اون موقع خب قاعدتا درمانهای خاص خودش رو میطلبه. ولی چیزی که مشخص هست، مایع درمانی، مایعات کافی، حتی سرومتراپی میتونه مفید باشه برای افرادی که درگیر هستن و بدن خشک دارن یا خون غلیظ دارن. درسته. و در مدیریت حالا به خصوص تب، دقیقاً برای تب و سرفه گفتن که توضیح بدید که چیکار کنن، به خصوص برای کودکان که تب بالا میتونه براشون خطر داشته باشه. آره، ویروس ها اکثرا تب میدن، به خصوص ویروس های آنفولانزا. بله. خیلی وقتا حداقل تب های شبانه میدن. تب باز استراحت براشون خیلی مناسب هست. حتی گفتیم کارهای مغزی و فکری و ذهنی هم نکنه. بعضی وقت فرد دراز میکشه، گوشی موبایلش رو یا کتاب میگیره مطالعه میکنه. این استراحت نیست. بله. و استراحت کافی به سیستم های بدن، حتی سیستم مغز و اعصاب باید فرد بده. بدن باید استراحت کنه، خسته نشه بابت هر موضوعی. درسته. بله. از تنش های روحی و روانی هم دوری کنن. در موقعی که تب دارن استحمام نکنن. خب. بله. ولی مایعات کافی مصرف کنن، مایعات ولرم و کاهش غذاهای سنگین و حالا پرچرب، گفتیم غذاهای حیوانی داشته باشن. بله. و استشمام گلاب جالب هست که تقویت قوا میکنه، تقویت روحیه میکنه. حتی نوشیدنش خانم دکتر، حتی نوشیدنش و اسپری به سر و صورت میتونن تا 1 فنجان گلاب مصرف کنن. گلاب ملین هم هست. کسایی که حالا مشکل گوارش یبوست هم دارن میتونن تا 1 فنجان گلاب در طول روز میل کنن. بله، در طول روز 1 فنجان. یا یه مقدار اسپری به سر و صورتشون کنن گلاب را که باز به کاهش تب کمک میکنه. چه جالب. پاشویه با آب ولرم همینطور. میتونن این پاشویه رو همراه با این مقدار دم کرده بنفشه انجام بدن. بله. عده‌ای هم نمک میریزن. مشکلی نداره؟ نمک خب یه مقداری آب رو حالا خنک‌تر نگه میداره. بله. و اون آب دیرتر گرم میشه، میتونه مفید باشه. درسته. و استفاده از حالا سوپ‌های رقیق، سوپ‌های سبزیجات داره گفتیم. خاکشیر با آب گرم یه مقداری میل کنن و حالا جوشانده عناب، بنفشه، ختمی همینطور براشون مفید هست. بله. میتونن یه مقدار حالا نیلوفر، بنفشه هم حالا و ختمی رو با هم دم کنن، استفاده کنن. نیلوفر رو، بله. ختمی و بنفشه با هم. با یه مقداری عناب. بله. و ترنجبین خوب هست توی حالا داروهای گیاهی برای تعدیل تب و همینطور عرق بید مشک و روغن مالی شکم هم میتونه با روغنهای خنک مفید باشد، مثل روغن بنفشه یا روغن نیلوفر. بله. اینها میتونه تعدیل کننده تب باشه. البته در تب‌های بالا به خصوص در کودکان حتما باید حالا درمان خودش رو انجام بدن، چون در کودکان زیر 2 سال ما تب و تشنج هم داریم در تب‌های بالا. بله. پس مراقب تب در کودکان به خصوص زیر 2 سال باشن. چون خیلی از مادرها میگن که من خیلی مراقبش هستم، حتی مسکنم بهش دادم، تبر دادم، اما این تبش پایین نمیاد، همینطور مونده، انگار بدنش همش داغه. نگران این قضیه. در تب‌های بالا که اصلا به پزشک حتما مراجعه کنن و راهکار درمانی بگیرن. آنتیبیوتیک ها مؤثر نیستن روی ویروس ها، فقط اینو عزیزان بدونن که خیلی سریع خودشون حداقل خود درمانی نکنن. انواع آنتیبیوتیک ها حالا کواموکسیکلاف، سفکسیم، سفتریاکسون، اینها داروهایی هستش که بسیار حالا عارضه دهنده هستن یا خودشون مسبب ضعف سیستم ایمنی میشن. درسته. پس زود سراغ آنتیبیوتیک نرن. روی ویروس آنتیبیوتیک اثری نداره،
اگر به ویروس باکتری اضافه بشه میتونه آنتیبیوتیک ها مفید باشد. چطور متوجه بشن باکتری اضافه شده؟ وقتی که تب طولانی بشه، حال عمومی بد بشه، ترشحات غلیظ بشه و حالا سینوزیت های چرکی ایجاد بشه گاهن، یا سرفه های خلطی و چرکدار ایجاد بشه، بله. یا ریه درگیر بشه، گلو گوش درگیر بشه، اینها خیلی وقتا دیگه عفونت باکتریال به ویروس اضافه شده. درسته. اون موقع نیاز به آنتیبیوتیک تراپی هم هست که باید پزشک حتما آنتیبیوتیک رو تجویز کنه، چون هم متعدد هستن بر روی حالا باکتری های مختلف، اثرات خاص دارن. پس انتخاب نوع آنتیبیوتیک با پزشک هست، نه خود فرد نباید آنتیبیوتیک استفاده کنه و انتخاب کنه به نوعی. بله بسیار خوب. پوشش افراد چطور باشه خانم دکتر؟ پوشش خب قاعدتا اگر تب دارن باید پوشش ها کمتر باشه. خب خیلی حالا خودشون نپوشونن، خیلی دمای بدن رو بالا نبرن. پوشش به اندازه باشه که حالا احساس سرما و لرز هم نکنن. بله. بخور هم خوبه، اگر سرفه ایجاد میشه یه مقدار ترشحات رو رقیق میکنه. سرد یا گرم؟ اگر حالا ترشحات غلیظ و چرکی است قاعدتا بخور اصطلاح گرم مفیدتر هست. بله. اگر ترشحات رقیق هست بخور سرد هم حالت خروسک. بله خروسک هست، بخور سرد میتونه مفید باشه. بله بسیار خوب، متشکرم از لطف شما. خانم باقری عزیزم سوالی داشتین؟ برای تهوع سوالیه که بینندگان داشتن، برای رفع تهوع چی کار کنن؟ اول اینکه معده رو خیلی سنگین نکنن، غذاهای پرحجم و سنگین استفاده نکنن. بله. تو راهکارهای طب ایرانی میتونن مقداری زنجبیل با لیمو ترش تازه و کمی عسل و یا آب سیب همراه کنن، این رو به عنوان ضد تهوع استفاده کنن، به تقویت معده کمک میکنه. تکرار کنم، آب سیب، زنجبیل، لیمو ترش تازه. آب لیمو نیست، این لیموی تازه است که حاوی ویتامین سی هست و مقداری عسل. بله. این یه ضد تهوع خوب میتونه باشه و به تقویت معده و گوارششون هم کمک میکنه. اگر با این کنترل نشه و فرد استفراغ کنه، از داروهای ضد تهوع و ضد استفراغ حالا رایج مثل دیمیترون، حالا متکلوپرامید هم میتونن استفاده کنن. باز در توصیه این هست با نظر پزشک باشن. بله بسیار خوب، متشکرم از لطف شما. در مورد غذا بیشتر گفتن توضیح بدین. سوپ هایی که حالا گفتین که بهتره که سنگین نباشه، به جز این موارد خانم دکتر؟ حالا کدو که الان تو این فصل هم هست خیلی مناسب هست، کدوی حلوایی به خصوص که حالا سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین سی هم هست. میتونن به صورت پخته کدو استفاده کنن یا سوپی که داخلش کدو باشه استفاده کنن. این کدو برای سرفه هم خیلی مناسب هست، کدوی پخته. و حالا برای سرفه به خصوص اگر سرفه دارن عزیزان، عدم استفاده از ترشی و شوری و ادویجات تند. ادویجات تند هم موقعی که سرفه دارن استفاده نکنن. گفتیم عدم استفاده از ماست و لبنیات به خصوص شیر و خامه. بله. نوشیدن مایعات ولرم و کدوی حلوایی و پیاز و آلو کلم به صورت پخته خیلی براشون مناسب هست. بله. یا میتونن این مواد غذایی رو داخل غذاهاشون استفاده کنن. حالا خورشت کدو میتونه مفید باشه براشون. حریره بادام براشون خیلی خوب هست. بخور آب جوش گفتیم و بخور گرم یا گاهن بخور سرد مناسب هست. پوره عناب و سیب. بله. این هم مفید هست که عناب بپزن، پوره کنن با سیب درختی پخته. کمپوت ها دیگه، کمپوت میوه‌ای که خودشون درست کردن. الان فصل به هست، فصل حالا سیب هست. فصل که نه، یعنی الان موجود هست در بازار دیگه. بله. بله. سیب گفتیم از خواصش بیشمار هست که حالا در سرماخوردگی و آنفولانزا خیلی مفید هست. در کنترل تب همینطور. آب سیب، پوره سیب، سیب پخته یا کمپوت سیب خیلی مفید هست. کمپوت سیب رو توضیح میدین؟ شما خودتون چطور درست میکنینش؟ مقدار سیب رو خب قاعدتاً پوست میکنن و حالا تیکه میکنن با یه مقداری، حالا معمولاً ما با گلاب میپزیم. خب مقداری گلاب، حالا دوست داشتن که شیرین مزه باشه یه مقداری شیر انگور اضافه میکنن. یه مقدار گرمه روی حرارت شیر انگور رو اضافه میکنن. انتهای پخت دیگه. شیر انگور رو اضافه میکنن. میتونن یه مقدار باز لیمو ترش تازه یا آب نارنج اضافه کنن و اینها باز خاصیتش رو بیشتر هم میکنه. بسیار مفید هست. بچه‌ها معمولا این ترکیب رو خیلی دوست دارن. هضمش راحت تره. ما همیشه میگیم میوه پخته هضمش راحت تر و نفخش کمتر هست. بله. در کل میوه پخته و حتی خشک شده ملین تر هم هستن، به خصوص وقتی که حالا با گلاب خیسانده میشن یا با گلاب پخته میشن. بله. بعد برای سرفه باز مکیدن خیسانده کتیرا مفید هست. مکیدن سمق عربی
مکیدن ریشه شیرین بیان، اینها دیگه حالا داروهای طبیعی هستن که میتونه مفید باشه. مکیدن در طول روز یعنی آره متناوباً دیگه، حالا مثلا یه تیکه ریشه شیرین بیان تو دهان بذارن بمکن آبش و شیرش رو، یا میتونن حالا بجوشونن استفاده کنن. و نکته آخر و دمنوشی که حالا برای سرفه مفید هست، دمنوش انجیر هست، آویشن و کمی عسل، و همینطور دمنوش گل زوفا و عسل. این هم برای سرفه های حالا هم خشک هم سرفه های خلطار میتونه مفید باشه. گفتیم دمکده ختمی بنفش عناب هم خیلی خوب هست. یه نکته آخر اینه که در ابتدای سرماخوردگی ها و آنفولانزا ها که تب هست، عزیزان خیلی گرمی نخورن، مثل آویشن، مثل مرزنجوش، مثل بابونه. چند روز بگذره و بعد یکی دو روز بعد اگر سرفه ها خلطی شد، ترشحات غلیظ شد، اون موقع آویشن مناسب هست. پس در ابتدای سرماخوردگی و آنفولانزا که تب هست، حداقل ختمی بنفش عناب و خنک کردن بدن مفیدتر است. پس خیلی گرمی، ادویه‌جات و آویشن استفاده نکنید. خیلی ممنونم خانم دکتر. حضور شما واقعا برامون غنیمته. استفاده میکنیم از لحظه که دارید صحبت میکنید.